در حدیثشون فرمودن اگر هر نفری را دوستیش به خاطر خدا باشه و ناراحتیش هم به خاطر خدا باشه ایمانش در درجه اوله. اگر باید برادرت رفیق هستی به خاطر خدا و اگر از همین برادر خفه هستی ایشان به خاطر خدا. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ایمان در درجه اول است. حالی برای خودتون یک کرته میخری چند بار همون را تحقیق میکنی، فیرمش هم میپرسی، دوختش نگاه میکنین، بعد برای خودمون یا لباس انتخاب میکنیم. هر چیزی که باشه برای خودمون انتخاب کردن ده چند قدر تحقیق میکنیم با یا لباس میخریم. از همین بین من یاد داریم یگان تمام یک بار یک داملا و پشممون رو پرسیده باشیم که حضرت جان همین ایمان ما ایمان اصلی هست یا غیر اصلی؟ ما کو سوال نکردم. صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم هر مسئله را از زبان دربار پیامبرمون سوال میکردند و جواب میگرفتند. حضرت جان پرسیدند، صحابه پرسید که حضرت جان ما از کجا بدانم ایمانم در درجه اول است؟ حضرت جان فرمودند و ان تلقى اخاک بوجه طلقین، وقتی برادرت پیشت میآید با یک چهره کشاد پیشوازش بگی، قواقات نداشت. چهره کشاد قطعی پیشوازش گرفتی ایمان در درجه اول است. اکثر من قاعده بغدادی خوندگی سوره عمه هست، بعدش و نازعات هست، بعدش سوره عبسه هست. همین سوره چی سبب شد نازل شد؟ یکی از صحابه های پیامبرمون صلی الله علیه و سلم چشمی بینا نداشت. حالا بین ما پیش از صحبت کردن گفتم تلفنتون رو خاموش کنین، گپ نزنین. چرا؟ زیرا طبیعت انسان همین است که وقتی در وقت گپ زدنش گپ زنید ناراحت میشه. خودمون هم میگیم که اکا جان میبخشی پیش سخن تا گرفت. حبیب خدا با وجود پیامبر بودن لیکن طبیعتش طبیعت انسانی بود. حضرت جان هم تو سردارهای قریش دعوت میکرد، این عبدالله در بین صحبت پیامبر در آمد. حضرت جان کمی ناراحت شدند و چهرهش دگرگون کردند و الله رب العزت آیات نازل کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولی ان جاءه الاعمى. پیغمبر من ناراحت شد و روش گردان و چهرهش دگرگون کرد به خاطر که پیشش یک آدم نابینا آمد. دوباره این صحابه می آمد، حضرت جان رداش میگرفت پایانداز میکرد، میگفت اهلا و سهلا مرحبا بكم بمن عاتبني ربي. عبدالله بیا، برای تو شده ما در قرآن جنجال شنیدم، ما سرزنش شنیدم، بیا خوش آمدی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در عمرش یک بار چهرهش دگرگون کرد، در حال الله رب العزت آیات نازل کرد. یکی روزا ما نمیفهمون برادرمون نگاه کنیم، پگاه روز قیامت خدا بپرسه چی جواب میدی؟ سوره والضحى آخرش بسم الله الرحمن الرحیم و اما السائل فلا تنهر. الله میگه یک طلبنده آمد از تو سوال کرد، سرش نکن. صحابه ها گفتن ما چیزی خودمون نداریم بخریم، باز چه کسی دیگری یاردم بکنیم؟ حضرت جان گفت که کلمه خوب هم نداریم. تبسم کردن در چهره برادرت پیامبر میگه این صدقه هست. نگاه کن تبسم قطعی هم صدقه حاصل بکنی هم ایمان تا در درجه اول میبر. و یک صحابه دیگه آمد سوال کرد، حضرت جان ما از کجا بدونم اسلامم بهترین اسلام است، مسلمانی درجه اول ده هستم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر بدونی که اسلامت خوبتر شده است روز تا روز، هر چیزی که معنی نداره ترکش کن. گفتاری که معنی نداره، رفتاری که معنی نداره، معامله که معنی نداره، حبیب خدا میگه ترکش کرده ایمانش در درجه اول است. ایمان درجه اول ده، اسلام درجه اول ده. ایمان و اسلام از صاحبش چی طلب میکنه؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند: حضرت جان، روز قیامت از همه ثواب وزبینتر در ترازوی اعمال روز قیامت پیش پروردگار در چی هست؟ حضرت جان فرمودند: ما من شیء اثقل فی میزان، وزبینترین چیز در روز قیامت در ترازوی اعمال، گفت این اخلاق خوب است. از اخلاق خوب دا گفت دیگه ثواب وزبین نیست. ایمان درجه اول، اسلام درجه اول، هر دیگه از ما و شما اخلاق طلب میکنن. چرا اخلاق از همه بالا گفت؟ زیرا ما و شما نماز میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا میگه ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. الله میگه نماز شما را از کارهای بد منع میکنه. الله میگه انسان نمازخوان دروغ نمیگه، غیبت نمیکنه، سخنچینی نمیکنه، شراب نمینوشه، یعنی از کارهای بی‌معنی الله میگه منعش میکنه. ما و شما این روزا نماز میخونیم دروغ هم میگیم، غیبت هم میکنیم، سخنچینی هم داریم. آیا الله العیاذ بالله دروغ میگه؟ الله دروغ نمیگه. پس خدا میگه انسان نمازخوان این کارا را نمیکنه، لیکن ما و شما میکنیم. پس معنای این آیت چه خیلی بفهمیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید نمازی که صاحبش از کار بد من نکرد فلا صلات له، نمازش قبول شدگی نیست. و این نماز قبول شدگی خواه نخواه صاحبش از کار بد من. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر یک انسان روزه گرفت لیکن غیبت کرد و گپای بی معنی گفت، جز از تشنگی و گرسنگی دیگه اگه فایده ای نداره. جز از تشنگی و گرسنگی هیچ فایده دیگر نداره. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس حج رفت و بازگشت آمد گپ‌های فسق و فسادی نگفت، او گویا نو از مادرش تولد شدگی است. حاجی که حج رفت اخلاق خوب نداشته باشه، رفتار خوب نداشته باشه، اشاره میشه که حجش قبول نیست. پس اخلاق خوب اشاره میکنه نماز ما قبوله، روزه ما قبوله، حج ما قبوله، زکات. اگر اخلاق خوب نباشه اینا اشاره میکنن که اقامتش قبول نیست. به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم اخلاق خوب از همه چیکار کرد؟ بالا گفته. پس ایمان و اسلام از ما و شما چی طلب میکنن؟ اخلاق خوب طلب میکنن. یه نفر تا حال ایمان نآورده بود، میگه من نعوذ بالله نسبت محمد اینقدر نفرت داشتم، رفتم رسول الله با صحابه ها در مسجد بود، من راستا پیشاب کردم. میگه صحابه های حبیب خدا چی گفتن؟ مه یا رسول الله، وای وای حضرت جان این چیکار کردی است؟ اجازت است هرش از بدن جدا کنیم. حضرت جان فرمودن ما انسان های مسجدی هستیم، ای غیر مسجدی باید فرق کنیم، مانن پیشابش تا آخر کنم. فریادش کرد، گفت برادر اینجا مسجد هست، این جای مقدس ترین مسلمان ها هست، اینجا جای پیشاب کردن نیست. میگه لحظه فکر کردم، شخصیتم شخصیت مقدس و مکانم مکان مقدس، اما در مقابل این عمل زشتی من اینقدر مهربانی جواب، اگر پیش پدرم دا میکردم یا شلاق میزد، پیش رفیقم دا این کارا میکردم میگفت تو برادر من هستی، من را حرمت نکردی، در پیش من پیشاب کردی. این کی است که از پدرم بالا و از رفیقم رفیقتر و رفتن چیکار کردن؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، افته ایمان. پس اخلاق حمیده حبیب خدا را دیدن ایمان آوردن. همه ما اهل سنت و الجماعه ایمان داریم که بعد پیغمبر بزرگترین کی است؟ ابوبکر صدیق است. ابو است؟ همه حضرت جان میوید دخترچش ببین شرم نمیداره، میوید دخترچش میپرسه که دختر جان کنی ببین من همه سنت های پیغمبر اجرا میکنم یا نمیکنم؟ گفت آتا جان همه سنت ها رو میکنی، یکی از سنت ها نمیکنی. گفت بچه هم کدام سنت ها؟ گفت همه همسایه یهودی این نابینایی داریم که حضرت جان هر روز میبره افقاتش میته، آتا جان شما نمیکنی نمیکن. فردا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و ارضاه
پیش از حبیب خدا افقاد برد، اون مرد که افقاد دادن گرفت. اون مرد سوال کرد که اون مرد که هر روز مرا افقاد میداد کجاست که این روز تو آمدی؟ حضرت ابوبکر گفت تو چشم بینا نداری، اون مرد از ما چه خیلی فرق میکنی؟ گفت اون مرد کسی بود که خیلی بوی خوب داشت، من همون بو را حس نکردیستم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میگه حبیب خدا می اومد، من از خواب بیدار میشیدم. گفتن ناراحتت میکرد؟ گفت بوی خوش حبیب خدا مرا از خواب بیدار میکرد. روز حضرت علی رضی الله تعالی عنه آمد، فاطمه دختر حبیب خدا بیرون برآمد. حضرت علی گفت فاطمه پدرت آمده بود؟ گفت کسی خبرت کرد؟ گفت نه، بوی خوش و شالم در خانه ماندگی هست. حضرت جان عجیب بوی زیبا داشتن. دویم گفت وای مرد نسبت من خیلی مهربانی میکرد، تو نتونستی سی مهربانی کرده. و سوم گفت ای دستی او، من هر چیزی میخوردم معدم حل میکرد، ولی مرا معدم حل نداره، تو او مرد نیستی. حضرت ابوبکر حیران ماند، گفت پدر با او مرد صحبت میکردی یا نمیکردی؟ گفت بله. گفت درباره چی صحبت میکردی؟ گفت میگفتم هوشیار شو، نعوذ بالله در همین مدینه یک محمد جادوگر پیدا شده، همه را از دین باباگیش میبره، دین خچه یاد دسته. گفت بعد شنیدن این کلمه ها معاملش چه خیلی میشید؟ گفت مهربانیش دوباره تر میشید. پدر میدونی آن مرد که است؟ گفت نه. گفت خودی محمد صلی الله علیه و سلم. گفت من این قدر تحقیرش کردم و او قدر مرا دوست داری؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. پس اخلاق خوب، اخلاق حمیده انسان از چه حال به چه حال میبره. یکی از قصه ها و صحابه ها را واقعش نقل میکنه، میگه تا حال من ایمان نداشتم، اینقدر نسبت محمد صلی الله علیه و سلم نفرت داشتم و یک زن نقص دیدم، یک دختره که وایم میگه نفرت داشت و یا شرط مون امی کارچه را زهرآلود میکنی، قفس سینه محمد پاره میکنی، من عروسی تو هست. عاشق است دیگه. کارچه را زهرآلود کرد، میگه مجلس در آمدن، حضرت جان میگه مثل شمع بود، صحابه ها مثل پروانه گردش دور میزدن. من موقع خلوت نیافتم که کارچه را بزنم. حضرت جان میگه از بین امو برآمد، توقه به توقه مونده مردمون. میگه من میگه بی فکرم چی است و حضرت جان بی فکرش چی است. میگه هر دون یک برای خودم گفت که جوانی زیبا چه حال داری؟ و دست آورد، میگه همونجای من کارچه را بجا کرده بود، میگه دست همونجا مون و من ترسیدم. میگه گفت لا تخف، نترس. میگه دستش بالای قفس سینه ما بود، لبهاش به دعا مشغول بود. و دعاش چی بود؟ خدایا از قلب این جوان وسوسه شیطنت دور کن و قلب این جوان میلان به سوی اسلام کن. حضرت جان خواستن دست بگیرن، میگه آغوش کردم. حضرت جان دست نگی. چرا؟ از دست تو بوی خدا و جنت میآید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. وقتی بیرون برآمد، اون زن گفت آیا شرط اجرا کردی؟ گفت قطعی من گپ نزن. گفت از زبان تو شیطان حرف میزنه. گفت به آواز کن التماس، از زبان شما گفت شیطان حرف میزنه. گفت نگاه تو دیگه برای من حرام است. لحظه ایمان قبول کرد، چقدر اسلام استوار است. و این روز اجداد و اولاد من و شما مسلمان، اجداد و اولاد من و شما مسلمان. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، این روز نام شما بگیرم، یک بار جگرتون رو تکان میتن. میدونین پیش از اسلام حضرت عمر چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم ناراحتی آورده است. حضرت عمر میگه از من دشمن سخت بالای حبیب خدا کسی نبود. روز میگه حضرت جان مرا زاره کرد، ای بچه خطا، یه لحظه مرا تنها مون مداره که هر نماز بخون. نعوذ بالله میگه من روز دیدم رسول الله نماز خونده است، با دیلم گفتم این شاعر بی شعر خونده است، ولی تلفظ نکردم. میگه دیلم قطعی. میگه خدا رسول الله میگه می آیات خوان بسم الله الرحمن الرحیم و ما هو بقول شاعر. سخنای محمد سخنای شاعران نیست. حضرت عمر میگه گفتم این فالبین بود، این مرا فهمید. میگه دویم جواب خوان و ما هو بقول کاهن. سخنای محمد سخنای فالبینا هم نیست. حضرت عمر میگه والله گفتم که این مرد کسی از صاحب داره. من فکر کردم الکی جوابامو گرفته استم. بعد یعنی میگه من 6 سال بعد مسلمان شدم. حضرت علی میگه روز حضرت جعفر هجرت کرد،
ما برو اومدم یک کمپی رفته است، گفتم مادر کجا میری؟ گفت عمر مسلمان نشدی؟ زمین خدا بسیاره، میرم یه سرزمین دیگه. زنک ای حضرت عمر گفت که در پناه خدا باشی. وقتی نام الله گرفت، زن ای سفرش گشت اومد گفت مردک جان حیده مبته عمر نام خدا را گرفتیست. گفت زنک خوب ساده قسم به خدا خری با به عمر مسلمان میشه، عمر مسلمان نمیشه. و شب کار دا گرفت، سحر بر آمد گفتن کجا میری؟ گفت یک کس با یک کس میرم محمد میکشم، اولادای محمد مرا میکشن، باقی مانده عربا آرام میشن. صحابه گفت اگر تو مسلمان کشی برو خواهرت بکش، خواهرت پناهی مسلمان شدگی است. گفت این تا اوجا میروه، من در برم رسول الله را بگم که عمر آمده است. وقتی عمر شمشیر دا میبرورد از غلاف تا به مقصدش نمیرسید دوباره نمیموند. آمد گفت حضرت جان عمر آمده است. رسول الله پروا ندارم، حیران میشن که از عمر همه تشویش بود. زیرا حضرت عمر همون شب قصد کشتن رسول الله را کرد، همون شب رسول الله این دعا را کرد. رفت به پیش خانه ابوجهل و عمر گذشت، گفت خدایا اسلام مرا زینت بده به احد عمرین، حمید تایدش مسلمان و اسلام مرا زینت بده. گفتن عمر آمده است، حضرت یقین کرد که داشت در حق کی قبوله؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. امیر حمزه رضی الله تعالی عنه گفت خوب عمره میبینیم نیتش خوب باشه، خوب نه که اگر نیتش خوب نباشه پاره پارش میکنه. حضرت عمر آمدن ایمان آورد. روز حضرت عمر گریه کرد. رسول الله گفت عمر چرا گریه داری؟ گفت حضرت جان همین کارهای پیش از اسلام مرا ناراحت میکنه. گفت کدام کارت؟ گفت خودت میدونی که من مشهور بودم دخترها را زنده به زنده زیر خاک کردند. من 20 تا دختر زیر خاک کردم. 17 تا شیخ دوم نیست، دخترای رفیقم 3 تا شیخ بود. 3 تاش 2 تاشم پروا ندارم. دخترچه سیمه وقتی گرفتم صحرا میرفتم، دخترچه ناز میکرد با پدرش استراحت رفته، گیرگیردی ما بازی میکرد. من قبرشم میکندم، خاکا در ریشای ما میچسبید، میومد آتاجان گفته ریشای مرا تازه میکرد و نمیدونست که قبرش است. و ماندمش با چیزی وزبین زدمش ناله کرد. آتاجان من چی گناه کردم این معامله را نسبتی من میکرد. هر بار همین جای قصه دا میومد رسول الله چی میگفت؟ اعید یا عمر. عمر یه بار دیگه قصه تا ایسر کرد. همین جا میرسید رسول گفت عمر اگر اسلام قبول نمیکردی آتش جهنم انتظارت بود. و این اسلامی کارایت را از بین برد. رفیق خوب انسان از چه حالت به چه حالت میاره. رسول اکرم 6 تا فرزندش با دست خودش در لحد موندگی. 6 تا فرزند. بچه‌ش ابراهیم 8 ماه بچه که در لحد میمون. حضرت عمر میگه نگاه کردم همین خگیریه داره که از پشت علکه تری ریش میبینی. یا صحابه گفت حضرت جان ما را میگه گریه نکن، خودت گریه داری کو؟ گفت خدایا بمبری. گفت در روز ماتم مادر دیگه این 6م فرزند من در لحد میمون. من دیگه آبای دیده من نمیتونم قپیدم، من دیگه قلب من قپیده نمیتونم. لیکن من سخنی نمیگم، ای سخنی من خدا خفه شد. و بخی گوش همون کودک دا گفت که ابراهیم جان حال خدا میپرسد بنده ای که هستی و امتی که هستی و کدام دین ده هستی. وقتی گشت نگاه کرد عمر گریه داره. گفت عمر چرا گریه میکنی؟ گفت حضرت جان خدای کودک بپرسم مرا میمونم، اگر خدا مرا بپرسم من چی جواب بدم؟ روز رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عمر هم خیلی با علم تماشا میکرد. گفت حضرت جان مرا چی علم قد تماشا کردی؟ گفت عمر همین فکر دارم که روز تو میبری و رفیقات زیر خاکت میکنن تا قمه مونند میآیند تو رو دو پرسنده میای میپرسد تو چی جواب میداده باشی؟ من همون فکر دارم. حضرت جان گفت همین عقل دارم خدا دوباره ما میته. گفت بله. گفت با همین عقل شناختمش با میشناسمش. حضرت جان گفت عمر من میدونم تو چی جواب میدی. گفت چی؟ گفت همینجا تو را میپرسن خدای تو کی است؟ تا او را سوال میده اول خطاب بگین که خدای شما کی است که میگین مرا میپرسن. روز حضرت عمر پیامبر دست خبید. گفت عمر مرا دوست میداری؟ گفت بله حضرت. گفت مرا زیاد دوست میداری اوتتا؟ گفت شما را اوچات هر کسی را میگفت آخرون مرا زیاد دوست میداری یا خطا؟ حضرت جان من خمایت زیاد دوست میدارم. گفت حالم ایمانت کامل نیست. بیرون برآمد بچهش تشویش. گفت آتاجان چرا تشویشی؟ گفت رسول الله میخه سوال داد میخه جواب دادم. چرا؟ گفت آتاجان نگفتی رسول الله تو را زیاد دوست میدارم؟ بچه‌م گفت ولی این نفس ما دو سوال میکنه. ای نفس خطاب، ای نفس عمر، تو پگه پیش خدا میری به عملای خودت میری و به شفاعت پیامبر؟ گفت آتاجان نفس چی؟ گفت نفسم گفت من به عمل عملایت نیستم،
من با آرزو و شفاعت پیامبر پیش خدا میرم. و دویم سوال گفتم این نفس تو زیاد محتاج به من یا پیامبر؟ گفت نفس چی گفت؟ گفت نفسم گفت که ای عمر از تو هم زیاد محتاج به پیامبر. دوباره اومد دستی پیامبر قپید. حضرت جان گفت از خودم دام تو برای من عزیزی. حضرت جان گفت عمر نو ایمانی تو کامل شد. حضرت جان با کارچه زدن، نگفت در کجا با کارچه زدین مرا. بچه‌م گفت همه آدم مرا با کارچه زده ببینین مسلمانه یا کافر. پدر گفت فرقش چی کشنده مسلمان باشه؟ گفت ببینین دیدن گفتن کافر است. گفت الحمدلله. گفتن چرا تو الحمدلله میگی؟ گفت اگر کشنده من مسلمان میشید خدا عذابش میداد. من نمیخوام برای من یک مسلمان عذاب بکشه. من نمیخوام برای من شده امت رسول الله عذاب بکشه. ولی عذاب میکشه من کافر است عذاب کشیدن. و 2 روز بیمار شدن. سوم روز شیر قطی خرما خوردن که ایروداش برآمد فهمید که از دنیا میرود. بچه جان گفت برا عایشه مادر بگو که اجازت میتن قبر مرا در بر رسول الله بکن. نگو که امیرالمومنین میگه که بگه امر امیر واجب اطاعتش. برا بگو عمر بچه خطا میگه. عبدالله اومد هم گفتن مادر جان پدر من میخواهی شد. گفت عبدالله والله هر بار پیغمبر نام اوتی مرا میگه نام اوتی ترام میگه. ایجا من برای خودم مونده بودم نکی من راضیم که عمر را بیارن در بر رسول الله بکن. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از چه حالت به چه حالت آورد رفیقاش و دوستاش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز فتح مکه ابو سفیان با حضرت عباس گپ زده و میگه 22 سال با محمد صلی الله علیه و سلم مقابلیت کردیم. این روز او نعوذ بالله قبیح قتی نمیدونه که چند لحظه بعد ایمان میاره. میگه که نمیدونه چند لحظه بعد مسلمان میشه. ابو سفیان محمد یتیم این روز با کبر و غرور میای مکه را میگیره. هم تو شمشیردار کشید. گفت اگر محمد طرف خانه می بیاد پاره پارهش میکنه. همون حالت حضرت جان 10,000 لشکر قتل درآمدن. آوای دیده در پره روز یکم کلمه چی بود؟ کسی در خانه ابو سفیان نکشین شد. ابو سفیان حیران شد. گفت عباس ما یک محمد بعد میبینم محمد یک مرا دوست میداره. ما اگر برم ایمان بیارم ایمان مرا قبول میکنه. ما امیر حمزه را نقشه کشیدم شهید کردم. گفت بله. گفت یکی اگر من عرض بکنم ایمان مرا قبول نکنه اسلام ما چیکار کنم؟ گفت همه عذرهایی که برادرای یوسف برای یوسف خونده بودن تو برای رسول الله بکن. حضرت جان آمدن گفتند بلال مقدس ترین مکان حالی در نزد خدا مکه، لیکن ای بلال حالی تو در نزد خدا ای مکه هم بزرگی خیلی بالای مکه برو اذان بود. ابو سفیان دید بلال اذان گفت عباس واقعا دین محمد دین حق است. گفت چرا؟ گفت غلام سیاه دیدی زمانی در خاک خون آغشته بود. بزرگی دین ابی غلام ای کجا برد ما را از کجا به کجا آورد. و آمد رو پروی رسول الله عرض کرد. حضرت جان رو گردوندن 3 بار 4 بار همون عذرها را کرد. همون جواب حضرت یوسف برای برادرش داده بود. رسول الله برای ابو سفیان. دوم کلمه چی بود؟ کسی در خانه هند است. هند زن ابو سفیان است. جیگر امیر حمزه را خاییده بود. گوشای امیر حمزه را گفت کسی در خانه هند است نکشین شد. هند گفت اینقدر روز محمد مرا احترام کرد او هم اومد مسلمان شد. بچه ابو جهل گریخت. گفت آیا محمد زنای ما را گرفت خانه ها را گرفت؟ گفت نه همه را آزاد کرد. بچه ابو جهل هم اومد مسلمان شد. اخلاق پیامبر را دیدی چقدر اخلاق است. اخلاق خوب در درجه انسان بالا میبرد. اکای ما دادرای ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 14 روز بیماری کشیدگی هم. چند روز؟ 14 روز. و وقتی که دیگه پاش خطی مسجد رفتن نمیتونست حضرت علی و عباس سیام میبردنش زورشون میکرد مرا یک خیلبر این که پاهم در زمین شکیده برام ثواب مسجد بگیرم. روز یکشنبه به نهایت بیماری پیامبرمون زیاد شد بلند شد حرارت بدنش بلند شد. حضرت بلال اذان گفت نماز شام رفتن خواندن. نماز خفتن اذان گفت حضرت جان گفت مرا برین چند قدم بردن که هوشش رفت. وقتی به یاد آمد اولین سوالش همین بود آیا مردم نماز خواندین؟ حضرت جان شما را انتظارم. دویم باره هوشش رفت. سوم باره حضرت ابوبکر پیش در اومد نماز سر کرد. حضرت جان به یاد آمد گفت مردم نماز خواندین؟ حضرت جان وقتی نماز داد حضرت در اومد صحابه تکبیر گفتن. حضرت ابوبکر از طرف ایستاد. حضرت جان پیش در اومد نماز تمام شد. گفت ابوبکر چرا نماز مردم نخوندی؟ گفت برای من مناسب نیست من پیش بدرم تعقیبی من نماز بخونم. هی قبول ندارم حضرت.
از آن بامداد از آن گفتند باز حضرت اشاره کرد مرا مسجد بری. خیزوندن شکی قوایی نداره برای گفت من دیگه مسجد رفتن نمیتونم. یک بارک پرده را یک طرفه کنین، من اهل مسجدی ها را تماشا کنم. شما مسجدی ها کسی هستین که آخرا نگاه پیامبر است. حضرت جان دید صحابه باز خوشحالی کردن که میایم، میگم خیلی اشاره کرد که دیگه امروز من قوایی ندارم قد شما نماز بخون. و گفت الحمدلله که بعد سری من میاد تیار پیشو میکنی باقی موندهش پیروی ایام میشه. افتاب برآمد. عایشه مادر میگه من احساس کردم حضرت جبرئیل مهمان شد. گفتن دیدیش؟ گفت همون آیات های قرآن نازل میشید بدنش گرم میشه. حضرت همون خیلی شد. جبرئیل آمد گفت رسول الله خدا سلامت میگه. و بعد سلام میگه بنده من اختیار داره بفرش دنیا بفرش پیش ما آمدن، لیکن همه قبول گو که من اشتیاق دیدار حبیبم دارم. گفت برادر جبرئیل البته من پیش خدا رفتن اختیار دارم، اونی که عریضه دارم. عریضه ها چی است؟ گفت خدا بعد سری من بالای امتی من چی کار میکنه؟ جبرئیل مقصد چی است؟ رسول الله بگو، آشکار بگو. خدای چه خیلی امتهای پیشین هلاکت خدا امتهای مرا نکن. و فریضه قبول است. باز خواهش داری؟ گفت همین شفاعت امتی که نگوره خدا در دست ما بده. گفت خدا میگه اگر امتهای محمد تنبلی نکنن پیش از مردنشون 7 روز پیش توبه کنن میبخشمشون. برادر جبرئیل 7 روز دیر میشه. گفت 3 روز. گفت 3 روزم دیر است. گفت حد اقل پیش از اون که مرد در حبسون غرغره میکنه یک بار کلمه شهادت بگو. و من تیارم عزرائیل بگو بفرست. عایشه مادر میگه من احساس کردم عزرائیل اومد. گفتن عزرائیل دیدی؟ گفت رخسارهای مبارک پیغمبر سرخی روش رفت، رنگ روش کم می‌شد. دیگه صدای پیامبر نمیبرم، از لبهاش میفهمیدم چی میگه. همون وقت میگه برادر رو در آورد دستش چوی مسواک بود، میگه اشاره کرد که چوی مسواک بده. خواست به دندوناش ملایم بکنه. پیامبر هم قوی نداشت که همون چو ملایم شد. عایشه مادر میگه ای دستش گرفتم به دندونا ملایم کردم باز در دستش داد. نفسای چقر میکشه دیگه صداش نمیبره. همونطور میگه دندوناش هم خیلی مسواک تازه کردن. همین گفت لا اله الا الله ان للموت سکرات. خدای مرگ تو بسیار مشکلی ها داشت. عایشه مادر میگه من قبض جانم میگه احساس کردم. گفتن چی خیر؟ گفت همون جایی که عزرائیل قبض جان کرد حضرت جان طاقت نکرد، همین جای سرش آورد در آغوش ما موند. گفت خدایا این سکته بالای ما آوردی، از این من خودم میدونم تو میدونی، هیچ کس نمیدونه. من طاقتی را دارم. امتام تریلیون و میلیون های هستن و با پیدا میشن. خدای نمی سخته جان همه را بالای ما بیار. من ایشم قبول دارم. نه که سخته بالای ما آوردی بالای امت نبر که من طاقت کردم نبود. حضرت جان میگم که دستش برداشت گفت الرفیق الاعلی، دستش به زمین افتاد و حضرت جان به الله تسلیم. صحابه هم میگه گریان الله، حتی حضرت عمر شمشیر نگرفتن. والله کسی بگه اگر محمد ایدینو گذاشته سرش از بدن جدا میکنه. محمد صلی الله علیه و پیش خدا رفته با میوه هیچ کدی لاغ نمیشه بکن. حضرت گفت بود عایشه ما ایدینو گذاشته مرا طاقت بمونه. گفت چرا؟ گفت اول جنازه مرا برادرم جبرئیل میخونه. حضرت ابوبکر خانه در نرسیده صدای صحابه را شنید، دویده آمد. در روی خانه در آمد که بالای مبارک چادر پرتاب کرد. چادر یک طرفه کرد. از پیشانیش یک بوسه کرد. والله زیبا بودی حالا زیباتر شدی. بیرون برآمد. گفت هر کسی خدا را اطاعت میکنه خدا هرگز نمیمیره. و هم کسی که اطاعت محمد میکرد خبر بود که محمد از دنیا گذشت. حضرت عمر میگه وفات رسول الله، آیاتایی که برای وفات رسول الله دلالت میکنه ایادی ما برو آورد میگه. خیال کردم همین آیات ها او به ابوبکر نازل شده، میگه این آیات ها پیش بود. گفتن قبر پیامبر کی میکنن؟ گفتن ابو طلحه. حضرت ابو طلحه قبر پیامبر کندن. حضرت عباس یا شوشتن شد. جنازه‌اش تا زمان حضرت عمر گروه میخوندن. آخران انسان از قبر رسول الله برآمد، این فضل ابن عباس بود. و گفتن بالای پیامبر کی خاک میپرتاید؟ بلال فریاد کرد الله اکبر الله اکبر. فاطمه آمد بلال تو عاشق پدری من میگم تو دروغگو بوده، دل چی خشید بالای تیم خاک برد. فاطمه گفت گپ نگو آخه فرمان خدا است، منها خلقناکم، از خاک خلق شده و فیها نعیدکم، خاک دم میآیین یک بار دیگه از خاک میخیزید. فاطمه گفت
بلال میدونی چه مصیبت بالای ما اومده است. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالی. آتای ما مرد عادی نبود. اینقدر مصیبت بالای ما اومده است، اگر این مصیبت بالای روز به روز طاقت نمیکنه تبدیل به شب میشه. وقتی منزلم تمام شد، وقتی نماز شد، حضرت ابوبکر گفت ارحنا یا بلال. بلال از اون بگو قرائت کن. حضرت جان گفت مرا دیگه نگو از اون بگو، ما یک سوال دارم. گفت سوال چیه؟ گفت یک زمان من غلام بودم، تو مرا آزاد کردگی، من اینو قبول دارم. همون وقتی مرا آزاد کردی برای خدا آزاد کردی یا برای خودت؟ چرا گفتی سوال میتی؟ گفت اگر برای خدا آزاد کرده باشی مرا دیگه حق نداری بگو از اون بگو. اگه برای خود باشه من غلام میتیم. گفت من تو را برای خدا آزاد کردم. حضرت جان گفت من دیگه در مدینه گشته نمیتونم، مرا اجازت بده من شام برم. من طاقت کردم نمیتونم در کوچه مدینه رسول الله من نمیتونم در اینجا گشت، مرا اجازت بده. یک سال مدینه نآمد. شب رسول الله در خوابش اومد بلال اما مفتونی تیم یک ورق زیارتمون نمیوی. سحر حضرت ای خواب خیست میگه سوارش دم نداده مدینه منوره آمد. مدینه در آمد میگه وقتی قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی قدر محکم نبود، بالای قبر پیامبر رفت میگه می قفس سینه‌اش در قبر پیامبر مون. حضرت جان اینا ما آمد میگه روحش در قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت جان ما آمدم زیارت شما آمد. درد دل میکرد. از سر منزل خست میگه امام حسن و امام حسین گفتن چی میشه که از اون در وقت بابامون میگفت یا برات بگو دیگه نبیرای رسول الله را رد کردن نتونست. حضرت بلال از اون وقت از اون گفت میگه تمام مردم مدینه جمع شدن و احتجت المدینه، میگه مدینه در لرزه در اومد. حتی زنها گفتن بعث محمد زنده شد. ما این آواز هم وقت میشید. حضرت بلال گفتن اشهد ان محمد رسول الله. یا برای فکر کردن که با رسول الله چی میگشتن. پوشش رفت به زمین افتاد. صحابه گفتن واه مصیبت ها، بلال ما را یتیم میکنه. گفت برای ما گریه نکنید، ما از روزی که قطعی پیامبر عهد کردم من یگام سنت را ترک نکردم. شما با حال خودتون گریه کردین، چند سنت اجرا کردین، چند تا را ترک کردین. ما فردا باز با محمد و صحابه های محمد ملاقات میکنیم. و با این درد حضرت بلال هم از دنیا رفت. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال برادرای ما فیصله زندگیش رو نگاه بکنین، سربلندی جوره هاش میخواست که رفیقاش سربلند باشه. رسول الله بخیل نبود، سخی بود. حتی روز خداوند جبرئیل فرستاد که بره رسول الله را بگو که ابوبکر سلام بگه و بعد بگه که خدا میگه ما ای ابوبکر راضیم. کنی ابوبکر پرسید ای خدا راضی است یا نه؟ چقدر رسول الله خوشحال میشه که خدا به برادرش سلام میگه. ابوبکر مبارک چه خدا تو را سلام میگه و بعد میگه ما از ابوبکر راضیم. کنی ابوبکر پرسید ای خدا راضی است یا نه؟ وای وای گفت حضرت جان من نبودم خدا مرا پیدا کرد و باز میگه از من راضی. ما چه از او خدا راضی نباش و از تو پیغمبر نازنین راضی نباش و از دین مقدس اسلام راضی نباش. من راضی هستم. برادرای بزرگوار، رفیق خوب انسان با کجاها میبرد. تصور بکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه نعمت بزرگ بالای من و شما بودن. از من نعمت بزرگ بالای ما و شما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودن. تصور بکن صحابه را ما تعریفاش شما را گفتم. حضرت یکی از صحابه پیامبر روایت میکنه که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم قبرستان زیارت رفتن. چی گفتن؟ السلام علیکم اهل القبور. سلام بر شما این مردم قبرستان. انتم لنا سلف. شما پیش از ما گذشته و اگر الله بخواد ما هم با شما نزدیک میشیم. همونجا گفتن دوست میدارم برادرام رو ببینم. صحابه گفتن حضرت جان ما برادرات نیستیم، ما رفیقات نیستیم. گفت شما صحابه های من. حضرت جان رفیقات کیان؟ گفت حالا پیدا نشدی. حضرت جان اونا نیستن، چی میشناسیشون؟ یا آدم 100 تا اسب سیاه داشته باشه، اسب پیشانی قشقه، همون اسبش معلوم نیست. گفت معلوم است. گفت همون رفیقایی که ما آرزو دارم ببینیمشون در این دنیا نصیب نمیشه. فانهم یاتی یوم القیامه. او روز قیامت میارن دستا و پیشانی هاشون نورانی است. ما پیشوازی ها میبرم. میدونین نور از کجا پیدا میشه؟ یک قربای آب طهارتی که 2 روبل هم قدر نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی در این دنیا طهارت میکنه میگه آرزو کاش که میدیدم شه، لیکن در این نمیشه. روز قیامت فرات هم میدونین اکای ما چای وقتی ماشین شه عروس میاد کودکا شادی کرده دویده میرن.
پیامبر آرزو کرد که کاش که ما و شما را میدید، کاش که این آرزو را ما میکردیم یک بار پیغمبر را میدیدیم. برادرای خوب میدونین چقدر خوب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که روایت مسلم شریف از جنتی ها جنت میدونن، بعضی رفیقاشون نمیبینن ناله میکنن ای خدا آخر ما در جنتیم، رفیقای ما قطعی ما نماز میخونن در دوزخ هم، ما نمیخوایم به او جنت بریم. خدا میگه او را بریم بیاریم. وقتی که سر میشه و حساب عرش الهی را میمونن، حضرت آدم از اون طرف میمونن و آدم را حساب میکنن و یک نفر میگن به طرف دوزخ بره. حضرت آدم میگه میخوای عرقای کلام میکنه و آبای دیگهش میریز، میگه من یارو خلاص کردن نمیتونم. محمد در کجا است که بیا یارو خلاص کن؟ محمد فریاد کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاد پیش ملائکه‌ای که بود را طرف دوزخ، اینا نبرین دوزخ. حضرت خودت میدونی ما رو خدا چقدر تعریف کرده که هر گپی بگه ما گپشم میگیم. میگه حضرت جان همین خیر دست چپش خطریش همین قبل طرف عرش خدا نگاه میکنه، میگه خدای تو مرا وعده کرده بودی که من تو درباره امتات راضی کنم. خدای من راضی نیست، یا دوزخ میرم یا را خلاص کن. الله میگه دوباره حساب شما کن، حسابی را سر کن. وقتی حساب میکنن فقط ثواباش حساب میکنن، خطایا را ندیگه. طرف جنت میگن ببریمش، اما آدم میگه یا دقیقه بسیم من قطعی آدم گپ زدم یکی بود مرا از آتش جهنم خلاص کرد. برادر تو کی هستی مرا خلاص کرد؟ مرا نمیشناسی، ما محمد رسول الله. هرچند میگن طرف جنت رو میگن بسیم من میری قک تماشا کن. میدونین مشکل پیغمبر است؟ ما امتی کی هستیم میدونین؟ همه پیغمبر آرزو کرد کاش که ما تو را میدید، کاش که این آرزو را ما میکردیم که میدیدیمش. طرف جنت رفتیش از طرف پیامبر پیشواز میاد. حوض کوثر است. رسول الله میگه یک قطره اگر الله نصیب تون کنه همون گرمی قیامتش با تشنه نمیمون. تصور بکن رفته استی بخوای که با همون ظرف و پیاله ها از همون حوض بخری، حضرت جان ظرف و پیاله رو سکنه با دستاشو بگه بیا ای دستای من از این آب بنوش. چی نعمتی بزرگ است برات. کار خدا به حکمت نیست. اگر حالا رسول الله در این محفل ما میشید چی میپرسیدش؟ چی میگفتش؟ از رسول الله چی خواهش میکردی؟ شاید به مجرد دیدن جانمون رو به الله تسلیم میکردیم. شاید چشممون طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میموند. خدای خودت وعده کرده که جنتی ها هر خواهشی داشته باشه اجرا میشه. خدای اگر در تقدیرمون جنت از ما رو با همه احکاممون جنت ببر و یک بارک در جنت اجازه بده با رسول الله صحبت کنیم، درد دلمون رو بگیم. همه قبل بگیمش که محمد تو را دوست بداره، تو برای ما از جانمون هم عزیزتر هستی. اکای ما دلارای ما. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بسیار شنونده از گوینده زیاد عمل میکنه. اگر شما جنت رفتین مرا ندیدی از خدا خواهش کن برادر ما ختمو بیار. در دنیا ختمو میشه صحبت میکرد، ما گپی او را گرفتیم عمل کردیم، شاید او خودش عمل نکرد. خدای ما خواهش داریم برادر ما را بیار. خدایا اگر در او جنت دیداری تو نباشه و رضای تو نباشه و دیدار پیامبر و شفاعت پیامبر نباشه ما در او جنت در کار نیست. با رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت شهودی داره. اکون طرف جنت میری سوره یاسین میخونین سلام قولا من رب الرحیم. هم تو رفته ایستی که الله رو فرود میاد السلام علیکم. ای جنتی ها میخواین عزیز زیادتر تون جنتی ها خدای ما با رسول الله ما از آتش جهنم خلاص کنیم دیگه چی بخوایم؟ خدا میگه خواهشای داره فراموش کردیم. ما این روز شما راضیم دیگه شما خفه نمیشم و دیداری به مثل مونانش نشان همه سر در سجده میمونن. پیامبر میگه الله میگه ارفعوا رؤوسکم سرا رو بردارید دیگه سجده نه مرا تماشا کنید و من شما را تماشا میکنم. بدون جنت چقدر نعمتی بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما برادر آخر انسان جنتی را میگم بالاش ختم فیصله کنه. آخران انسانی که بعد او دیگه کسی جنت نمیدره. هم تو کودک نه شکمالات میرا میگم خیخچه از آتش جهنم برآورده کشیده برسه که الله فریادش میکنه ای فلانی بچه فلانی بره جنت. میره که جنت پر از جا نیست. میای میگه خدا جنت تو پر از جا نیست. دوباره میگهش برا سیم بار ببین عجیب علم میکنه. خدایا تو مرا مسخره میکنی.
ما در دنیا گفت نگرفتم ایروز تو مرا شرمنده دار. خوب جنت تو پر است دیگه چون نیست من که چه برم حتی یک جای من نیست. الله اینقدر رحمش میومد میفته همون جنتی رو تو گمان میکنی پر از یگان جا نیست، در همون جنت مثل پادشاهای دنیا مقام و مرتبه و خدمتگار به مطمئن راضی میشی. خدا رضای بنده گناهکار را حاصل را. پیامبر میگه ناز جنتی رو دی با خدا قهری میکنه گپ نمیزنه. 2 برابر دشمنتون گپ نمیزنه، 3 برابر 4 برابر، وقت میگه 5 برابر دی پادشاهای دنیا مقامت میتون میگه فیقول فی الخامس رضیت ربی، اگه خدا من نوای تو راضی شد. حرکت کنین جنت هست خود کنین. انسان جنت با یک کلمه میتونه حاصل بکنه اگر برای رضاش باشه. پروردگارو اینم اکاو دو داره ما در اینجا شیشتن مقصدشون خوردن نیست، مقصدشون یک چیز است، رضای تو است، از همه راضی باش. پروردگارو چگونه از ما پدر و مادر بردی؟ اگر تا حال در سوال و جواب گرفتار باشن خدا سوال و جوابشون آسان کن. خدا قبراشون باغی از باغهای جنت بکن و ارواحشون از ما خوشحال بکن و از خوشحال ارواحشون تمام اهل قبرستان خوشحال بکن. اگر حیاتن بالای سر ما همچون سایبانی سر نگهبان. اهل و عیال و فرزندامون سبب زیبایی زندگانی این دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب کن. خدای چگونه پدر و مادر و برادرای ما را بردی، روز ما را میبری. ما را تنها میمونن، نمی رفیقامون خاک بسیار بالامون میپرتن که دیگه از حال ما بخبره. خدای ده همون روز تو ما را تنها مگذار. خدای روز میشه ما را سوال و جواب میکنی. ما در همین دنیا اقرار میکنیم ای خدا ما به حد گناهی بسیار داریم. اگر پیش تو میریم ما امید به رحمت تو و شفاعت پیامبر داریم. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن، به بزرگی خودت نگاه. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن، به غمخواری پیامبر نگاه. خدایا برای ما شده سری محمد صلی الله علیه و سلم خم نکن. خدایا اگر در بین مردم سوال میکنی به رحمانیت ما را سوال بکن، به قهاری و غضبت ما را سوال نکن. خدایا اگر به قهاری و غضبت ما را سوال کردی ما تو را از رحمانیت سوال میکنیم. اگر عیب هامون آشکارا کردی خدای ما تو را از ستاریت میفرستیم یا ستار. پروردگارو تو اینقدر بزرگی، تو اینقدر مهربانی. ما گناه میکنیم میپوشانی گناهی ما را، ما لکه شرم نمیکنیم دوباره دست به گناه میزنیم. کمک مشکلی بیاید تو را یاد میکنیم، مشکلی ما را تو را فراموش میکنیم. خدایا همه شب میشود درهاش بسته مگر دروازه تو بسته نیست. خدایا ما خواب میریم تو خواب نمیری. خدایا به حال ما رحم بخور. ما را در بین منافقین و مشرکین مسخره نکن. خدا اگر ما را دوزخ بری، مشرکا و منافقا میگن هم مسلمانا خدا و پیغمبرتون گفت لا اله الا الله بگین جنت میدین، چرا با ما در دوزخ میسوزیم؟ ما چی جواب میتیم یا الله؟ خدایا قطعی ما قهری نک. ما 30 سال 40 سال قطعی تو قهری کردیم. یا بیماری را آوردی همه از همه گریزون شد. خدایا حتی مدینه رفتن من کردیم، مکه رفتن من کردی، حتی فرزنده و پدرها را دیگه آغوش نمی کردیم. خدای این بیماری را دور بگردان. یا ما را در قیامت گفته بودی پدر از فرزند میگریزه، ما در این دنیا دیدیم. خدایا شاید ما نماز نمیخوندیم، شاید زکات نمیدادیم، شاید همسایه‌هامون گرسنه بود ما سیر بودیم، شاید پدری پیر داشتیم خدمت نکردیم، مادری مظلوم داشتیم خدمت نکردیم، شاید او کودکایی که در درون بحرها لقمه‌های ماهیا شدن از ما شکایت کردند و این بلا را بالای سر ما آوردیم. خدای چگونه اونو بنده‌هات هم ما هم بنده‌هات هستیم، التماست میکنیم، خواهش میکنیم مشکلی ها را از ما دور بگیر. پروردگارا همه کس ما اینجا یک خواهش داریم. خدایا تو خدای ما راضی، لیکن ما هم بنده تیم تمام ما راضی بود. خدایا دین اسلام را بالای ما آوردی، ما قبولش داریم، ما را همچون مسلمان قبول کن. خدایا پیامبر را بالای ما فرستادی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول کن. خدایا تو روز قیامت فریاد میکنی امتی رسول الله کجا؟ ما اکاو دادارا هم دست میبرداریم، سر بلند میکنیم. خدای سرای ما را خم نکن، دستای ما را پایان نکن. پروردگارا این جوانان را در صف جوان مردی نگهبان باش. روز قیامت رفیق رسول الله و ابوبکر و عمر و عثمان، اگرچه ما مثل اونا عمل نداریم لیکن او را دوست می‌داریم. یا الله خدایا خودت وعده کرده که ما شرم می‌دارم وقتی بنده دست بردارم و دست او را خالی بگردم. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای ما شرم می‌داریم به این زبان دروغ میگیم تو را یاد بکنیم. قلبی که درونش پر از کبر و غرور و حسد از دعوای دوستداری میکنیم. اما چه ایلاش که ما بنده ایتیم، تو ما را خودت بنده گفتی، عبد گفتی، عاجز و محتاج و ناتوان و خط احد و صمد گفتی. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن، با بزرگی خودت نگاه کن.
خدایا اگر تو ما رو نبخشی غیر از تو ما رو کی میبخشه؟ خدایا اگر ما درد دل منابت نگیم با کی بگیم؟ خدایا ما شکایت به تو نکنیم با کی بکنیم؟ پروردگار تو ارحم الراحمین هستی، تو ارحم الراحمین. هر گناهی کردیم تا این روز از همینجا نخسته ما را خدا ببخش. خدای ما با تو عهد میکنیم، خدای ما بار بار میخوایم توبه کنیم، گناه نکنیم، با گناه میکنیم. ما را یک قوه بده، ما را یک توفیق بده که دیگر گناه نکنیم. خدای بار بار با تو عهد میکنیم، عهد شکنی میکنیم. پروردگار این روز در عرش مقاله است، اگر سگ را تو صاحبش نگیری شگیری سلام و این شیطان سگی تاسی الله، اگر تو ما را از خلاص نکنی که خلاص بدنم. پروردگار ما جوانان نمیخواهند گناه بکنند لیکن خشونه اداره کردن نمیتونند. خدای با ما رحم بکن، خدا ما را فراموش نکن. خدا اگر تو ما را فراموش کردی عالم ما را فراموش کن. خدای ما را لحظه در اختیار خود ما نماند که ما چی کارهایی را انجام میکنیم. الله یا ارحم الراحمین. وقتش در فریاد بکنیم رسول الله کجایی؟ حال امت ببین، این امتی که آرزو کردی کاش که میدی در چی احوال. پروردگار مادرای ما را توفیق بده، خواهرای ما را توفیق بده، همسرای ما را توفیق بده، فرزندای ما را توفیق بده. خدایا این روز خواهر مسلمان برادر مسلمان پول میده زنا میکنه، پول میده شراب میخره، گناه با پول میخره. پروردگار از این بیماری ما را خلاص بکن یا ارحم الراحمین. به حال ما رحم بخیر الله، به حال ما رحم بخیر. خدای ما را فراموش نکن، خدای ما را فراموش نکن یا ارحم الراحمین. یا ستار یا الله یا ارحم الراحمین. من میدونم ظالم نیستی، ظلم بکنی، ما ایمان داریم ارحم الراحمینی. این مشکلی ها را بالای ما میاره که تو را بسیار یاد بکنیم. یا الله ای الله اون مشکلی را که بالای ما میاره ما طاقتش نداریم، نیاره ارحم الراحمین. ای ارحم الراحمین اگر تو روز قیامت ما را بخیزانی، وای بنده من تو تنی سالم دادم، پول دادم، مال دادم، چرا رفتی گناه کردی؟ ما چی جواب میدیم پیش تو؟ یا ارحم الراحمین. خدا از این بیماری ما را خلاص کن یا الله. زارت میکنیم، تولا میکنیم، التماس میکنیم یا ارحم الراحمین. خدای ما را از گناه کردن خلاص کن، از گناه کردن خلاص کن. جوانا را پروردگار که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فکر خیالش در جوانا بود. وقت جمالتان و وعدتان همی است که روز قیامت در جوانی کسی عبادت کنه، شما بالای عرش میایین و فریاد میکنین جوانای در جوانی عبادت کردن کجا هستند؟ بیاین زیر سایه عرش الهی جای بگیرن. خدای نمی برادرای ما را از همون وعده که وعده کردی نصیبشون بگردم. خدایا نصیبشون بگردم، خدای نصیبشون بگردم. خدا در عمرشون برکت بده، در کسبشون برکت بده، تجارتشون یا الله برکت بده. خدای تو 30 روز 40 روز 50 روز کاری ما را بود میکنی، یه روز بود نمیکنی، در اوتر در پیش همه شکایت میکنی کارمون بود نشد فلان شد فلان. کاش که شکایتامون در تو بگیم که خدا ما را 40 روز دادی، این روز ما چی کم بودی کردیم که این روز رزق ما را کم کردی. به جای این گفتن تو در پیش همه شکایت میکنیم. خدای ما را ببخش از این شکایت ها، از این شکایت های کرده که ما را ببخش یا الله یا ارحم الراحمین. خدای اگر بنده ها نسبت ما یگان چیز میگن، اگر ما هم خیلی آدم ما را ببخش اصلاح شیم. اگر او گوینده میگه و ما هم خیلی نیستیم، خدا او را هم ببخش اصلاح شو، او بنده ای ته هست یا ارحم. ما نمیخوایم برای ما پگاه کس پیش تو تهمتی بخیزه یا ارحم الراحمین. خدایا در دل ما نسبت کدام برادری که بدبینی داریم ما را محبت زیاده بگردون، زبان دل ما را برابر بگردون و از نام ما بر روح پاک حبیبت صلوات و عزت برسان. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم. خدا از ما امت های مستضعف اخر زمان در میزگان مبارک حبیبت اشک شاد الى نصیب بگردون و کفن مبارکش نمناک بگردون و کفن مبارکش نمناک بگردون. و برادری که نیت حج و عمره دارن الها حاجی های واقعیشون بگردون. خدایا حجاشون قبول بگردون، سعیهاشون مشکور بگردون، دعاشون هم مقبول بگردون. و او برادرایی که میروند از نام ما به پیامبر سلام رساندن رای پروردگار توفیق بگردون. رفتگار حجاشون قبول بگردون. کسای نیت دارن و شرایط ندارن، خدا شرایط براشون آسان بگردون، خدا شرایط براشون آسان بگردون، شرایط آسان بگردون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.